سرخط خبرها پیشنهاد عفو مهاجران اخراج شده در روسیه، کمک نوبتی بانک جهانی به تاجیکستان، مارشیروفکای هزاران نفر در خوجند برای تجلیل نوروز. روز بخیر بیننده های عزیز، با امید آنکه صحت و سلامت هستید. نویدی بامدادی رو از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 28 مارت است. یک مقامدار دومای دولتی روسیه پیشنهاد کرده است که مهاجران کاری از روسیه برای جنایت های سبک اخراج شده عفو شوند. خبرگزاری های روسیه از قبل ارتیوم کریانوف، معاون رئیس کمیته سیاست اقتصادی دومای دولتی نوشته است که این تدبیر برای جلب تا 200,000 کارگر خارجی به بازار کار روسیه مساعدت می‌کند که این کشور به آنها بیشتر توجه دارد. احتمال این پیشنهاد می‌تواند به مهاجران هم که حالا در روسیه اخراج نشدند تطبیق کرده شود. ارتیوم کریانوف افزوده است که کشورهای الهیده‌ای که شهروندان آنها تحت عفو قرار می‌گیرند حالا مشخص نمی‌شود، زیرا حالا این تشبوس بررسی می‌شود. طبق اطلاع مقامات تاجیکستان در آخر سال 2021 زیاده از 120,000 مهاجر تاجیک در روسیه عفو کرده شده، اینچنین زیاده از 150,000 نفر دیگر اقامت خود را قانونی کردند. مقامات میگویند نزدیک به 700,000 شهروند تاجیکستان در این کشور کار و زندگی می‌کنند. روسیه این آمار را بیشتر میگوید. بانک جهانی برای حفظ اجتماعی اهالی و همگیری اقتصادی به تاجیکستان 37.5 میلیون دلار کمک کرده است. در خبرنامه بانک جهانی که روز 27 مارت نشر شده است گفته می شود این مبلغ برای بهتر کردن سطح زندگی خانواده‌های آسیب‌پذیر در تاجیکستان روانه شده است. با گفته بانک جهانی خانواده‌های کمبیزا در تاجیکستان از بالاروی نرخ افزایش بیکاری بیشتر زیان می‌بینند و به غذای درست دسترسی ندارند. این مبلغ طبق برنامه همچون کمک یک دفعه‌انه باید به 110,000 خانواده‌های کمبیزا رسانده شود. فعلا بانک جهانی در تاجیکستان 25 برنامه را در حجم 159 میلیارد دلار عملی می‌کند. رئیس ایالت یوتا در آمریکا روز 23 مارت دو قانونی را امضا کرد که استفاده شبکه‌های اجتماعی برای نابالغان را محدود می‌نماید. بر اساس این دو سند نورسان و جوانان تا 18 ساله پیش از استفاده از شبکه‌های به مثل اینستاگرام، تیک تاک و فیسبوک باید حتما اجازه والدانشان را داشته باشند. همکارم طاهری سفر در این باره گزارش می‌دهد که همراه می‌بینیم. بر اساس قانون‌های نو یوتا، کودکان و نورسان ایالت برای استفاده شبکه‌های اجتماعی باید از والدانشان اجازه بگیرند. همین گونه یوتا اولین ایالت در آمریکا می‌شود که نمی‌گذارد نورسانی تا 18 ساله به اجازه پدر و مادر از شبکه‌های به مثل اینستاگرام، تیک تاک و یا فیسبوک استفاده برند. این قانون‌ها را اسپنسر کاکس، رئیس جمهوری‌خواه یوتا روز 23 مارت امضا کرد. او در توییتر نوشت ایالت دیگر نمی‌گذارد مالکان شبکه‌های اجتماعی به سیاحتی روانی جوانان ما آسیب برسانند. شبکه‌های اجتماعی می‌دانند که محصولاتشون زهرآلود است. ابزارهایشان را طوری ساختند که معتاد می‌کنند. همچون رهبر و والدین ما عهده داریم بچه‌هایمان را محافظت کنیم. دو سند در این باره را اول ماه وکیلان مجلس ایالت تصویب کردند. این قانون‌ها به دادگاه کشیدن شرکت‌های صاحب شبکه‌های اجتماعی را آسان‌تر می‌کنند اگر که آسیب رسانیده باشند. تأثیر شبکه‌های اجتماعی به کودکان در آمریکا به یک بحث ملی تبدیل شده است، چون در کشور قانونی است که مالکان شبکه‌های اجتماعی را از محاکمه در دادگاه امین نگه می‌دارد. قانون‌های یوتا که شرکت‌های مذکور مخالفش هستند از هر کاربری شبکه اجتماعی پیش از باز کردن صفحه می‌خواهد ثابت کنند که 18 ساله شده‌اند. بیننده عزیز، اگر شما هم نظر و پیشنهادی دارید زیر همین برنامه نویسید. برای تجلیل جشن نوروز جمهوریوی امسال با اشتراک امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند نزدیک 19,000 نفر به تمرین برنامه فرهنگی یا مارشیروفکا مشغولند. خبرگزاری ازیا پلوس از قبل منبعش نوشت که برنامه فرهنگی و اساسی نوروز جمهوریوی امسال آخر ماه مارت در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت شهر خوجند برگزار می‌گردد و برای آمادگی به آن 19,000 نفر از جمله حدود 12,000 نفر
нафар донишҷӯёну хонандагони мактаб ҷалб шуданд. ба ғайр аз донишҷӯёну хонандагон дар ин барномаҳои фарҳангӣ ҳамчунин кормандони соҳаи фарҳанги шаҳру ноҳияҳо низ иштирок доранд. ин ҳама омодагӣ барои таҷлили Наврӯзи ҷумҳуриявӣ бо иштироки Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳури Тоҷикистон аст. Санаи дақиқи баргузории ҷашн гуфта намешавад, аммо тибқи маълумоти хадамоти матбуоти президенти Тоҷикистон, Эмомалӣ Раҳмон аз 29 то 31 март ба вилояти Суғд сафар хоҳад кард. ӯ аз 20 то 25 март ҷиҳати иштирок дар конфронси оби Созмони милал ба шаҳри Нью-Йорки, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико сафар карда буд. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همین این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. بخش یک روزی تاریخ را همکاری ما خیرامان بخوزاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی 28 مارت را فرا میگیرد. پایان ماه مارت سال 2021 در روسیه یک فعال مهاجران و منعقد حکومت تاجیکستان عزت امان ناپدید شد و تنها بعد چند روزش مقامات حفظ قانون درباره استرداد و بازداشت شدن او در تاجیکستان خبر دادند. حامیانش از دزدیده و غیر قانونی به تاجیکستان برده شدن عزت امان اظهار نگرانی کردند و این حادثه را به انتقادهای او از حکومت تاجیکستان ربط دادند. دادگاهی که پشت درهای بسته برپا شد، عزت امان را با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم کرد. با قرار حکومت تاجیکستان پایان ماه مارت سال 2013 در تاجیکستان مؤسسه نوی تحصیلات عالی تأسیس شد که به قول مقامات مطابق به تقاضای بازار بود. دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان متخصصان را در 3 فاکولته در بخش رسامی و طراحی آماده می‌کند. 28 مارت سال 1942 مولودخان عبدالله‌یeva تولد شده است که برای آموزش زبان روسی در تاجیکستان سهمی زیاد گذاشته است. پروفسور عبدالله‌یeva یکی از تشبسکاران تأسیس دانشگاه پداگوژی زبان و ادبیات روسی به نام پوشکین در شهر دوشنبه 71 سال عمر دید. او یکی از دانشمندان برجسته ادبیات روس بود و برای تعلیم آن با چهارچوب دانشگاه محدود نمیشد و در این سمت با تلویزیون و رادیو هم همکاری میکرد. همسر شاعر تاجیک علی باباجان بود. بانک ملی تاجیکستان قرب سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. شما نویدی بامدادی را دیدید. مطلب‌های از این بیشتری رادیو آزادی را در صفحه‌های آن در شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید تا فردا در همین برنامه. خدا نگهدار.